خاک بهشت حاصل خیزه، آبشم گوارا و شیرینه، کشت بهشت 4 تا سبحان الله، تسبیح خدا و الحمدلله تحمید خدا و لا اله الا الله توحید خدا و الله اکبر تعظیم خدا. تسبیح و تحمید و توحید و تعظیم الله اگر این 4 تا تو زندگی باشه هیچ کس چارت نمیکنه، هیچ کس به سعادت تو نمیرسه، ولی تحقق پیدا بکنه. اینا عقیده است. ولی تو عروسی های ما چی میگن؟ دسته ارکستر میگه تا اول تریاک و شراب برای من ندید که خوب کلم گرم بشه، چشمم سرخ بشه، که دیگه شرم و حیا از وجودم بره بیرون. من نمیتونم بخونم. اولم 500,000 تومان بیانش میگیره، یه چک سفیدم مال دستگاهاش میگیره که ارگشو نمیدونم گیتارش خورد نکنن. چک سفید. تو عروسی دعوا کردن و شراب خوردن و موکدبر کشیدن، جاز و ارگ و همه چی خورد کردن. پولش گرفته، چک سفیدم گرفته. صاحب عروسی میگه بدبخت شدم، 2 میلیون چک سفید مال همین ارگش اینا که شراب خوردن خورد کردن، چک سفید ازم گرفته. چرا این کارا میکنی؟ من فکر نمی کنم شهرداری هم چیزی گرفته. گرفته؟ نگرفته. چرا؟ یک نفر